شهری در آمریکا که مردمانش از گرسنگی گوشت انسان را میخورند. در دل کالیفرنیا در منطقه لیک تاهو، جایی که خیلی از هموطنان ما برای برف‌بازی، تفریح و اسکی به آنجا سفر میکنند، در سال 1846 87 مهاجر با امید زندگی بهتر به سمت کالیفرنیا حرکت کردند. اما متاسفانه وقتی که به منطقه 3 را نویدا رسیدند، برفباری شدیدی شروع شد. آنقدر که این مهاجران ماها در آنجا ماندند. یکی پای دیگر تلف شدند. آنها مجبور شدند اول حیوانات را، سپس درختان و سپس چرم‌های کفششان را و سپس کودکان، زنان و مردانی که در این میان یکی پای هم دیگر جان می‌دادند برای از اینکه از گرسنگی نمیرند، مرده ها را خوردند. آنها گوشت انسان‌ها را خوردند تا زمانی که گروه نجات بعد از ماها به آن منطقه رسید. وقتی گروه نجات رسید، فقط 46 نفر از میان 87 نفر زنده مانده بودند. امروز این منطقه به نام دونرباس شناخته می شود. جای زیبا، آرام و اما با گذشته تلخ.